درخت گلابی که دچار استوب رشدی شده، من چجوری بیام هراسش کنم؟ اگه درخت گلابی داری که رشد ضعیف دچار استوب رشدی شده، پس این پست تا آخر دنبال کن. دوستان عزیز، در درختان گلابی که رشد رویشیشون کمه دچار استوب رشدی شدن، حالا در اثر پسیل یا همون آفتی که شیر نباتی را میمکه، شما باید بیاین از روی جوونه های استیپولر که جوونه های خاپ هستن، به اصطلاح این جوونه ها، بیاین شاخه را حذف کنین که از اونجا بهتون شاخه بده، دوباره رشد رویشی خوبی داشته باشین. و یا نه اگه مجبور هستین روی میخچه های رو به بیرون سرزنی را انجام بدین، به این صورت این میخچه در اینجا تولید میوه میکنه و رشد رویشی خوبی نخواهد داشت. پس میخچه را با دست بشکنین، دو سه تا میخچه اولا بشکنین که از اون قسمت حلزونی بهتون دوباره شاخه بده. و یا بیاین روی جوونه های استیپولر به این صورت سرزنی را انجام بدین که درخت تحریک به رشد رویشی بشه.